آقا لیگ برتر ایران برگشته، ولی بازم مثل همیشه یه قسمت دفاع محکم، حمله فراموش شده. یه قسمت داور ویار رو اشتباهی زده رو حالت پرواز. و یه قسمت هم مربی تیم مهمون هنوز دنبال رخت و کنه. تو این لیگ توپ که میچرخه، ما نه نتیجه میخواییم نه گل. ما فقط دنبال یه صحنه ایم که گلر توپ رو ول کنه. بعد گزارشگر داد بزنه وای خدای من چه لحظه ای. پرسپولیس با سبک پارک کردن اتوبوس، استقلال با سبک تلاش تا دقیقه زیج، سپاهان با تاکتیک ما توپ داریم ولی نمیدونیم باهاش چیکار کنیم، و داورا هم که رسمان رفتن کلاس چطور اشتباه بگیریم و لبخند بزنیم. ولی با همه اینا یه چیز واضحه، لیگ ایران مثل سریال ترکیه است. اعصاب خرد کن ولی نمیتونی نبینی. پس ساب کن، لایک کن و بنویس کدوم تیمو دوست داری تا یه نسخه مخصوص اونم بسازیم.